این مدل سازی که انجام شده، مدل پل جدا مدل شده و اگر که اینجا توی سرچ PDF من یه سب اگر بنویسم، همونطور که ملاحظه میکنین اینجا نوشته شده استراکچرال مدل یا مدل سازی با نرم افزار سب 2000 طراحی شده. اگه با نرم افزار سب آشنایی داشته باشین میدونین که مدل کردن پل کابلی توش کار ساده ای هستش و این کار رو توی این نرم افزار انجام دادن. در مرحله بعد هم سازی ایزولیتور به صورت کد نویسی کار پیچیده و مقاله که به حال مورد استناد قرار گرفته، مدل سازی ایزولیتور توی نرم افزار تحلیل اجزای محدود انجام شده که هم مشخصات مکانیکی و هم مشخصات مقاومت مصالحی در نظر گرفته بشه همزمان و اینجور نباشه که این ایزولیتور صبح در نظر گرفته بشه کامل یا از مشخصات مقاومت مصالحی بخواد به قول معروف زده بشه برای رسیدن به جواب بهتر. توی نرم افزاری مثل اوپنسیس که کد نویسی هست، مدل سازی همچین ایزولیتور یا دمپر یا هر نوع میراگر استکاکی یا دورانی یا میراگرایی به این شکل به این صورت هست که با تعریف استهلاک انرژی با کد نویسی های خاص این شاید شبیه سازی میشه. ولی توی این مقاله که به حال ما قرار بود که سرطنجی و کارمون بر مبناش باشه، از نرم افزار تحلیل اجزای محدود استفاده شده. حالا اگر من اینجا توی سرچ مقاله من کلمه اساس رو بزنم، شما میبینید که اینجا در مورد ایزولیتور این توضیحات نوشته شده و مدل سازی همونطور که اینجا نوشته شده با استفاده از انسیس انجام شده. انسیس نرم افزار تحلیل اجزای محدود هست مثل آباکوس، انسیس ورکبنچ یا انسیس APDL مورد استفاده است. البته تو کارهای تحقیقاتی از انسیس APDL بیشتر استفاده میشه. تو این مقاله هم همونطور که مشاهده میشه از انسیس برای مدل سازی این دمپر یا این ایزولیتور آنسی استفاده شده و به هر حال با این تفاصیل که حالا قبلا خدمتتون عرض کردم، ما استفاده از اوپنسیس هم پل و هم ایزولیتور کد نویسی شد و الانم این فیلم توضیحات خدمتتون ارسال میکنم در این رابطه. وضعیت نوت ها، وضعیت خدمت شما عرض شود که بار مس که روی هر نود وارد میشه، حالا وضعیت ایکوالیوفا و وضعیت قسمت هایی که فیکس شدن، وضعیت متریال هایی که برای کابل و بتون و فولاد استفاده شده و المنت فورس بیم ها برای معرفی کردن المان هایی که توی سازه استفاده شدن، المنت تراس برای کابل ها و این المان زیرو لنت سکشن برای ایزولیتور. در واقع ایزولیتور توسط اون فایل سکشن ایزو تو اسپرینگ پیشنهاد شده بود و اعدادی هم که وارد شده بود برای معرفی کردن ایزولیتور تو یک خط بود که بدیهیه که این غلط هست، چون ایزولیتوری که شما توی مقاله استفاده کرد مورد توجه هست یه ایزولیتوری هست که در همه جهات، یعنی هم هوریزونتال هم ورتیکال هم افقی هم عمودی به استهلاک انرژی مشغوله و حتی دورانی، همونطور که توی این تصویر هم ببینید. و تعریف کردن رفتار این میراگر که باعث این ایزولیتور که باعث استهلاک انرژی میشه توی فرایندی که نیرو بهش وارد میشه، توی اون فایلی که یک خط تعریف شده بود. بخوام یه مقایسه بکنیم ایراداتی که داشت، همونطور که عرض کردم مهمترین ایراد معرفی کردن ایزولیتور در یک خط هست. اگر به اون مدلی که من برای شما آماده کردم اگر مراجعه بکنیم،
که اینجا من لازمه باز کنم. بله، اگر بخوایم مقایسه بکنیم، این پنجره که همونطور که عرض کردم کدایی هست که من نوشتم و براتون ارسال میکنم. این قسمت ابتدایی کدنویسی مربوط به ایزولیتوره. رو به نرم افزار اوپنسیس کدش رو وارد کردم و جوابا رو مقایسه کردم. این کدنویسی یک کدنویسی جدیدی هست و بسیار مشابهت داره با شرایطی که به اون ایزولیتور RNC حاکم هست. کدنویسی ها توضیحاتش روبروش درج شده. ستاپ کردن این مشخصات با توجه به مقاله صورت گرفته. هر کدوم از این اطلاعات مربوط به قسمتی از ایزولیتور هست. فرضاً این اطلاعات ابتدایی راجع به شتاب، راجع به نیرویی که وارد شده، مدول برشی، ضخامت استیل داخلی اون ایزولیتور و لایه های محافظتی ایزولیتور، قطر داخلی ایزولیتور، قطر خارجی ایزولیتور، کاور اون بیرینگ که مورد استفاده قرار میگیره، یه ضریب برای دمیج ایندکس که حالا همونطور که عرض کردم چون نرم افزار مثل نرم افزار مقاومت ساله‌ای نیست، ولی یک ضریبی برای آسیب به ایزولیتور در نظر گرفته میشه که توی اون الگوریتم لحاظ شده. damping ratio strain used for calculation of equivalent yield strength in horizontal، یعنی کورنشی که مورد محاسبه میشه برای yield strength یا مقاومتی که در جهت افقی ایزولیتور باید تحمل بکنه. و همینطور پارامترهای دیگه، وضعیت شکل ایزولیتور، اون حفره وسطی، حفره داخلی که این ایزولیتور در واقع مکانیزم اثرش با اون توجه به اون کار میکنه و به هر حال کلیه فاکتورهای مورد استفاده توی طراحی توضیحاتش اینجا نوشته شده و برای حرکت افقی، برای حرکت عمودی توضیحاتی که لازم بوده همه ست شده تا ایزولیتور دقیقا مشابه توضیحاتی که توی مقاله ذکر شده راجع به مقاومت و شرایط شکل و تحمل نیرویی که ایزولیتور میخواد توی فرایند وارد شدن نیروی زلزله تحمل بکنه زیر پایه‌های پل لحاظ شده. و این کدنویسی ها به این نحو اول فایل مربوط به پلی که زیرش ایزولیتور کار شده اضافه شده که دو تا از ایزولیتورها در تکیه‌گاه قرار داده نشده بود. اگر که من این توضیحات خدمت عرض کنم بگم چرا مدل اولیه کار نمی‌کرد. علاوه بر اون مشکل ایزولیتور که به حال مشکل بزرگی هست، مسئله بعدی مسئله این قسمت هست که تکیه‌گاه ها معرفی شده. همونطور که ما لازم می‌فرمایین فیکس کردن نوت ها تو 6 نقطه انجام شده و این 6 نقطه در واقع تکیه‌گاه های مدل هستن. حالا این که این 6 نقطه خب به حال میدونیم که به ایزولیتور باید زیر تکیه‌گاه ها قرار داده بشن. این 6 نقطه و ایزولیتوری که روی اینها قرار گرفتن، ایزولیتور با توجه به ارتفاع حدوداً 30 سانتی متری که فرض شده توی مقاله، البته دیتیل دقیقش حدود 20 سانت هست و ولی توی مقاله هم ذکر شده که
موقع مدل سازی فرضاً 30 سانت در نظر گرفته شده. این نقطه هایی که اینجا هستن منطبق نیستن با نقطه هایی که اینجا ایکوال دی اف داده شدن. اگر آشنا داشته باشین با کد نویسی توی اوپنسیز میدونین که ایکوال دی اف موقعی هستش که دو تا نقطه روی هم منطبقن و میخوایم رفتار اینها رو با هم هماهنگ کنیم. نقطه اول نقطه تکیگاس یا مستر نود هست و نقطه دوم اسلیو نود یا اون نقطه هستش که وابسته اونه. حالا با توجه به این توجه میکنید که این نقطه تکیگاه و این نقطه‌ای که مربوط به ایزولیتوره با هم دیگه منطبق نیستن و 30 سانت فاصله دارن و توی کدنویسی شما اینا به وسیله ایکوال دی اف به هم منطبق شدن و در نتیجه این المانی که اینجا تعریف شده برای ایزولیتور در واقع دو تا نقطه به هم چسبیده رو، البته المان زیرو لنت میتونه این کار انجام بده، ولی ما اینجا توی این شرایطی که هست و ایزولیتوری که قرار کار بگذاریم بین نقطه بالا و نقطه تکیهگاه 30 سانت فاصله هست که این 30 سانت فاصله اینجا لحاظ نشده و باعث شده که وضعیت مدل سازی به مشکل بر بخوره. مسائل بعدی که هست در مورد این کدی که هست مسئله تحلیل تاریخچه زمانی یا تایم هیستوری که هست که اینجا تعریف کردیم برای حل این فایل ارسالی. اگر که من به این تایم هیستوری که مربوط هست به این مدل مراجعه بکنم، شروع کنم که لازمه که اینا من مجدد باز کنم. اگر به این قسمت ما مراجعه بکنیم می‌بینیم که کدنویسی که انجام شده تفاوت‌های زیادی داره با کدنویسی تحلیل تاریخچه زمانی که اینجا هست. ایراد اساسی این تعریف، حالا غیر از این که از اون شتاب نگاشت زلزله چیچی تایوان استفاده شده که اون حالا زیاد اهمیتی نداره، مسئله ضریب مقیاسه که جی اینجا فرض شده که عدد خیلی بزرگی میشه. ضریب مقیاس با توجه به شتاب در نظر گرفته میشه ولی قرار دادن شتاب اینجا مسئله هستش که اشتباه ایجاد میکنه. مسائل بعد مربوط به موتور حلگر این به قول معروف سالویشن هست که اونجوری که باید کار نمیکرد. حالا اگر من این تایم هیستوری اینجا رو بخوام ران بکنم، اگر ملاحظه بکنیم برای چند ثانیه جوابایی که از نرم افزار دریافت میکنیم بله، اگر بخوایم جوابایی که از نرم افزار دریافت می‌کنیم و ملاحظه کنیم می‌بینیم که جواب اشتباهی هست و به خاطر همون ایراداتی هست که خدمتتون عرض کردم و اینجا ما می‌بینیم که نموداری که کشیده میشه اون دیسپلیسمنت دیکی که ما بلاک کارمون قرار دادیم برای صحت سنجی مقاله، همونطور که می‌بینیم با یه روال اشتباهی ترسیم میشه که به خاطر کدنویسی هستش که مشکل داشت.
حالا کمی بیشتر صبر میکنیم تا شکل بهتری بتونیم ببینیم. بله تا اینجا که چند دقیقه گذشت از انجام تحلیل و من نرم فیلم برداری از صفحه دسکتاپ رو پاوز کرده بودم که به حال وقت زیادی از شما گرفته نشه. به حال شکل به این نحو که بی ارتباط هست به وضعیت زلزله ادامه پیدا میکنه و شکل نامفهوم و نامربوطی در آخر ارائه میکنه. من انجام دادم توی این مدل اصلاح ضریب مقیاس، تعریف کردن گام های تحلیل. البته حالا زلزله سان فرناندو من استفاده کردم که حالا اگر همون چیزی هم استفاده میکردم تفاوتی نداشت. زمان تحلیل و وضعیت تعریف شرایط تحلیل تاریخچه زمانی این مشکل رو حل کرده. حالا اگر بخوایم رجوع بکنیم به شتاب نگاشت زلزله سان فرناندو الان ملاحظه میکنیم شکلش رو. این شتاب نگاشت زلزله‌ای هستش که به هر حال مورد استفاده قرار میگیره. دانشگاه برکلی من دانلود کردم، همون سایتی که اوپنسیس و سایر اطلاعات مربوط به زلزله درش ثبت است. مؤسسه زلزله شناسی دانشگاه کالیفرنیا است. نویسی‌ها بشیم می‌بینیم که تی مکس آن رزیست 47 ثانیه در نظر گرفته شده و با توجه به این تحلیل تاریخچه زمانی انجام شده. حالا اگر ما بخوایم اینو رام بکنیم تا نتایج رو ببینیم، همونطور که ملاحظه میکنین تو توضیحات مثل سری قبل کلمه فیلد نوشته نمیشه و تحلیل داره به درستی پیش میره. حالا من فیلم برداری رو پاوز میکنم تا چند دقیقه بگذره تا شکل نمایش پیدا بکنه. بله الان مقدار زمان گذشته و شکل شروع به ترسیم دیسپلیسمنتی که روی دک پل اتفاق افتاده در حال ترسیم هست. همونطور که می‌بینید زلزله اعمال شده و با توجه به شتاب نگاشتی که ما اعمال کردیم و پاسخ سازه رو نرم افزار داره محاسبه میکنه و در اختیار قرار میده. که توی پل مورد استفاده قرار گرفته برای این مهمترین قسمت پله و به هر حال سایر قسمت‌ها مثل پایه بتونی، قسمت ابتدا و انتهای پل که تکیه‌گاه قرار دارن ثابتن، ولی خب این قسمت رو هم از لحاظ سازی اهمیت زیاد داره، به کابل‌ها متصل هست. ملاک عمل ما قرار گرفته و این نمودار چک شده. حالا اگر به کدنویسی‌ها مراجعه بکنیم، همونطور که اینجا ملاحظه می‌کنین، همونطور که قبلا عرض کردم، این 6 نقطه‌ای که محل تکیه‌گاه است و ایزولاتورها زیر اونها قرار میگیره نقطه‌های اساسی پل هستن که توی کدنویسی بهشون میبایست توجه بشه. اگر که ما اینجا بیایم نگاه بکنیم این کل دفاع که من غیر فعالشون کردم و این هشتگ‌ها که اینجا هست باعث غیر فعال شدن این توضیح شد و قسمت‌هایی که فیکس شده تکیه‌گاه و قسمت‌هایی که ایزولاتور قرار میگیره که همونطور که می‌بینیم از یه قسم دوران توی صفحه‌های XY و YZ و XZ فیکس شدن و در جهت X و Y و Z آزادن و روی ایزولاتور قرار میگیرن که فیکس کامل. اگر که بخوایم در نظر بگیریم کدنویسی‌ها رو می‌بینید که مختصاتشون فرق می‌کنه. مثلا نقطه نود 1000 طول 636 داره چون طول پل 636 متره. نقطه ابتدایی و انتهایی پل ترازش متفاوت هست با نقاط میانی که تکیه‌گاه‌ها قرار گرفتن. خب به حال متصل به زمینه 30 متر این زده عدد آخر یعنی ارتفاع پل و این عدد عرض پله. عرض پل حدود 40 متر و 40 سانت هست. نقطه 20 متر و 20 سانت نقطه وسط از لحاظ قرارگیری تو عرض پله. نقطه 636 متر که ایکس نقطه انتهای پله و نقطه 0 که نقطه ابتدایی پله
و این دو تا نقطه 1000 و 1001 در واقع نقطه اول و انتهای پل هستن که ایزولیتور زیر اونها قرار میگیره. نقطه 1002 1003 1004 و 1005 نقطه‌های میانی پل هستن که زیر پایه‌های بتونی هستن و با توجه به اینکه هر 142 متر 142 متر ابتدایی و 142 متر انتهایی یه پایه پل هست، همونطور که ملاحظه می‌کنین 493 متر توی عرض 5 متر و 35 متر، یعنی 5 متر بالا و 5 متر پایین عرض پل این تکیه‌ها قرار گرفتن که ایزولیتورها زیر اونها کار گذاشته شده و ارتفاع 30 سانتی ایزولیتور هم لحاظ شده. نقطه 38 و 94 18 22 26 30 با در نظر گرفتن این 30 سانت اختلاف تو همین مقیاس x و y لحاظ شدن، در نتیجه هیچ احتیاجی به ایکوال دی اف نیست. این نقطه ها 30 سانت با هم از لحاظ تراز ارتفاعی اختلاف دارن. اگر که حالا بخوایم مثلا نقطه 1000 و نقطه 38 بخواد مقایسه بشه که با هم دیگه 30 سانت ارتفاع از لحاظ ارتفاع اختلاف دارن، اینجا میبینیم که کد 636 مشابه 1000، کد 20.2 و کد 29.7 تراز ارتفاعی 30 سانت با نقطه 1000 متفاوته. خب اینم توضیحاتی بود که راجع به کدنویسی لازم بود من خدمتتون عرض بکنم. مسئله اساسی این است که تو این 30 سانتی که فاصله بین تکیه‌گاه و محل قرار گرفتن ایزولیتور هست، المان الاستومتریکس برای تعریف ایزولیتور قرار داده شده. این المان الاستومتریکس این کدنویسی توسط یکی از دانشمندان دانشگاه کالیفرنیا انجام شده برای تعریف ایزولیتور و لازمه که شما این فایلی که من خدمتتون ارسال میکنم روی کامپیوتر خودتون نصب بکنید. اوپنسیس فایل نصب نرم افزاری هستش که من مورد استفاده قرار دادم، بدون این شما نمیتونید ران کنید این کد رو و نمیشناسه، همون اول ارور میده و میگه که ما تو TSL ادیتور المان الاستومتریکس نمیشناسیم. برای اینکه شما بتونید این رو ران بکنید لازم هستش که همون نرم افزاری که من استفاده میکنم رو نصب بکنید که بتونین که این رو ران بکنید. موتور تحلیلگر اوپنسیس جدیدترین موتور تحلیلگر ورژن 2.50، البته ممکن ورژن های جدیدتری هم بیان ولی چون نرم افزار متن باز اول باید صبر کنیم که وریفای بشن و تحلیل بشن با استفاده از اونها و تحلیلایی که انجام میشه جوابشون چک بشه که ببینیم درست هست یا نه و بعد مورد استفاده قرار بگیره. این که ورژن 2.50 که الان مورد استفاده ما هست و تقریبا همه مجامع دانشگاهی دارن ازش استفاده میکنن، ورژن بروزترین ورژن تایید شده اوپنسیس هست که من اینجا خدمت شما فایلش رو ارسال کردم. حالا واجب نصب این هم من توضیحات خدمتتون عرض میکنم. قدم اول نصب این نرم افزار نصب کتابخانه اکتیو TCL این فایل ها هست. این کتابخانه تعریف میکنه که هر کد TCL چه معنی داره. مثلا همین کدی که ما اینجا استفاده کردیم الاستومتریکس در واقع تو این کتابخانه اکتیو TCL تعریف شده و بعد تو موتور تحلیلگر اوپنسیس با توجه به این تحلیل ها انجام میشه. برای انجام این شما باید در نظر بگیریم که ورژنی که مورد استفادهتون هست توی ویندوزی که مورد استفادهتون هست ورژنش 32 بیتی است یا 64 بیتی. اکثرا 64 بیتی استفاده می‌کنم. با توجه به این شما که اولین کاری که می‌کنید کتابخانه اکتیو TCL رو به این ترتیب با قبول کردن همه شرایط و بدون تغییر هیچ چیزی نکست میزنیم و کار رو انجام میدیم. حالا میکنم به خاطر اینکه قبلا نصب کردم ولی شما همینجوری فرآیند رو انجام میدین تا نصب نرم افزار کتابخونه اکتیو TCL انجام بشه. بعد از اینکه این کار رو انجام دادید و نصب شد، مرحله بعد مرحله انتقال TCL ادیتور، این فایلی که اینجا ملاحظه میکنیم کپیش میکنیم به فایل C هست. همین فایل C که اینجا میبینید با یک کلیک راست و پیست
TCL ادیتور رو منتقل میکنید. همونطور که می‌بینید من قبلا این کار انجام دادم، شما این کار انجام بدین. مرحله دوم انتقال TCL ادیتور به پوشه C هست. وقتی این کار رو انجام بدیم و TCL ادیتور رو به پوشه C منتقل بکنیم، ببینیم که توی قسمت پوشه بین لازم هست که ما 2 تا فایل اوپنسیس و اوپنسیس لانچر رو اینجا اضافه بکنیم. بعدها هم که اگر ورژن جدیدی از اوپنسیس موتور تحلیل، این موتور تحلیلگر اوپنسیس هست و اصل کار رو این انجام بده، اگر بعدها ورژن جدیدی آمد لازم است که شما این ورژن جدید هم اینجا کپی پیست کنید، یعنی توی پوشه C TCL ادیتور بین تحلیلگر اوپنسیستون رو ورژن جدیدی که مثلا اومده این که 2.50 اگه جدیدتر اومد اینجا کپی پیست میکنیم. از این طریقه که نرم افزار اوپنسیس شما کار میکنه. همونطور که میبینید من اوپنسیس و اوپنسیس لانچر رو در مرحله بعد از این اوپنسیس لانچر هست و این اوپنسیس، با توجه به اینی که نرم افزارتون نرم افزار ویندوزتون 32 بیتی یا 64 بیتی هست، از اینجا مثلا اگه 64 هستید ورژن ویندوز شما 64 هست، این اوپنسیس رو و این اوپنسیس لانچر رو کپی پیست میکنیم توی فایل C TCL ادیتور همونطور که عرض کردم و قسمت بین. من این کار رو قبلا انجام دادم و میبینید که اوپنسیس و اوپنسیس لانچر اینجا نصب است. این TCL ادیتوری که شما الان مورد استفاده قرار میدید اینجا هست. این TCL ادیتور یه خواص خوبی داره، این هستش که به هر حال اینجا یه کامندای توضیح داده شده. مثلا شما اگه بخواید المان‌هایی رو اضافه بکنید، به هر حال چند تا از المان‌ها اینجا ذکر شده با توضیحاتی که هست و به هر حال برای کسی که بخواد برای شروع از این TCL ادیتور و اوپنسیس استفاده بکنه این شاید کاربردی باشه و یه توضیحاتی داره و به درد میخوره. ولی ایراداتی داره این TCL ادیتور که اگر بخوایم راجبش صحبت بکنیم، اولا که آندو نداره، یعنی با کنترل زد شما نمیتونین مثلا اگر اشتباهی انجام دادین اونو برگردین. مسئله بعد اینه که خیلی دستوراتون نمیشناسه. الان مثلا اگر شما دستور مدل رو اینجا بنویسین TCL ادیتور رو نمیشناسه، ولی مثلا اگر پوت رو من بنویسم اینجا یا ست رو من اینجا بنویسم اینو میشناسه، همونطور که میره رنگ رو عوض میکنه. یا المان رو اگه من اینجا بنویسم میشناسه و یه توضیحاتی هم اینجا مینویسه. ولی خب خیلی از تعریف و TCL ادیتور با توجه اینکه قدیمی هست نمیشناسه و توی شرایطی که کار تحقیقاتی میخواد انجام بشه مهمه که به هر حال نسخه بروزی باشه که مورد استفاده ما قرار بگیره. ران کردن حالا به هر حال با این نرم افزار TCL ادیتور از طریق این دکمه ران اوپنسیس انجام میشه، یعنی بعد از اینکه شما کد نویسی رو اینجا انجام دادید و نوشتید هم چیزو، با زدن این دکمه ران اوپنسیس تحلیل انجام میشه. و حالا چون بقیه صفحه خالی بود تحلیل انجام نمیشه، ولی می‌بینید که ورژن 2.50 استفاده قرار گرفته و به هر حال تحلیل انجام میشه. ولی اگر شما مثل من همون کاری که من کردم بیاین و از اون فایلی که من خدمتتون ارسال کردم نرم افزار نوتپد پلاس پلاس رو نصب بکنین، علاوه بر اینکه این المان ها همگی شناخته میشن و علاوه بر اینکه شما کنترل بهتری روی مدل دارین، چون میتونید با کنترل زد کار بکنین و به هر حال دو تا پنجره کنار هم باز بکنین، کپی پیست ها رو انجام بدین، مقایسه ها رو دقیق‌تر انجام بدین. یه خاصیت‌های دیگه هم داره که مثلا میتونید شما چند تا کار همزمان انجام بدین. مثلا با زدن دکمه Shift Alt و بالا پایین بردن با نشانگر ماوس یا روی کیبورد شما میتونید یه ستون انتخاب بکنین و همزمان همه رو همزمان ویرایش بکنین، اصلاح بکنین، کم و زیاد بکنین و این خیلی سرعت کار رو، دقت کار رو بالا میبره که توی TCL ادیتور این کار نمیشه انجام داد.
برای نصب کردن حالا این نوتپد پلاس پلاس لازم هستش که اولا شما بیاین توی این فایل و با ران از ادمینستریتور این رو فعال بکنم. من قبلا چون نصب کردم این کار رو انجام نمیدم، ولی شما این مراحل رو همونطور که عرض کردم با قبول کردن همه چیز ادامه میدین، به هیچ چیزی دست نمیزنین و بعد دکمه اینستال رو میزنین که نصب بشه. بعد از اینکه این کار رو انجام دادین و کار انجام شد، این افزونه ران می رو لازم هستش که شما اضافه بکنین به پلاگین خودتون. کلیک راست میکنین و کپی میکنین. این افزونه ران می در واقع این دکمه مثلث سبزرنگی هستش که اینجا میبینین شل اکسیکیوت کارنت فایل، یعنی کارنت فایلی که روش کلیک میکنین، هر کدوم از این تبا کارنت فایل ما میشه وقتی روش کلیک میکنین. اگر بعد از اینکه روش کلیک کردین و انتخابش کردین به عنوان کارنت فایل، اگر این شل اکسیکیوت رو بزنین همون کاری میکنه که تی سی ال ادیتور با ران کردن اوپنسیس انجام میداد و تحلیل شروع میکنه به انجام دادن. ببینید شروع کرد به انجام دادن تحلیل. حالت عادی این کار انجام نمیشه توی نوتپد پلاس پلاس. لازم هستش که شما این رو نصب بکنید توی پلاگین نوتپدتون. برای این کار کلیک راست میکنین، کپی میکنین، میاید توی مای کامپیوتر میشه سی، تو پروگرام فایل نگاه میکنیم و نوتپد پلاس پلاس اگر که اینجا نصب شده یا توی پروگرام فایل 86 همونطور که اینجا میبینید نوتپد پلاس پلاس من پیدا کردم. میاین توی پلاگین کلیک راست میکنین و پیست. من قبلا این کار کردم، این همون فایلی که من کپی پیست کردم. این کاری که انجام میدین تو پلاگین، این مثلث اینجا اضافه میشه.